салом аз Тоҷикистон. салом аз кишвари Олмон ба шумо ва ба бинандаҳои шумо ва ба ҳама нафароне ки моро тамошо мекунанд. дар умум 24 соати шумо чӣ хел мегзарад? дар мо рӯзои корӣ бошанд, мо дар як ҳафта 5 рӯзи корӣ дорем. дар як ҳафта бояд ки 40 соат кор кунем. ай 40 соат зиёд ҳақ надорем. як система кардагианд ки барои да мардам сахтӣ нашавад. 40 соат и норма ҳисоб меёбам. خب هر روز 8.5 ساعت کار میکنیم. ای ساعتی 6.5 کار سر میشود و تا ساعت 5 سیره 6.5 تا 4 یا 5 4 سیره دوام میکنم و بعدش میبینیم با ای قفای کمتر با مشق میرویم، کمتر سپورت میکنیم و ای قفای باز خوراک رو تیار کردن برای بیگه یکم چیده ای قفای باید میشیم. با یکم درس ها باشن، درس ها رو میخونیم و همین خیلی روزا میگذرد. روزای شنبه یک شنبه باشد، خب روزای استراحتی و ای قفای نوروی خودم میشم یکم خیلی نور باشد، نور رو سیامکه میکنیم و یکم درس ها باشن، درس ها تیار میکنیم. با یک چند نفر رو زنگ میزن، قطعی صحبت میکنیم، قطعی خانواده، قطعی دوستان، رفیقان صحبت میکنیم. روزی شنبه یک شنبه. در کجا کار میکنید و عموما چی کار میکنید شما؟ کارمون برنامه Ausbildung است و هم کار میکنیم هم درس میخونیم. Ausbildung چیست؟ ما گفتگیم در نوروی خودم کدام نفریده که محفوظ باشه میتونن دوران تماشا کنن. این بسیار مثال یک سیستم خوب است که آدم میتواند هم کار کند، هم بخواند و هم مبلغ به دست آورد و بعد 3 سال دوام میکنه یا که 3.5 سال دوام میکنه. خب دیپلم به دست میبیاری و میتونی که ایروی همون ساحه‌ای که تمام کردی با مبلغ خوبتر کار فعالیت کنی. در عموم چقدر شد شما در آلمان هستید و عموما چقدر رفتید شما اونجا؟ خب ما سالی سیوم می شود. سپتامبر سال 2019 بود ما توسط برنامه Ausbildung آمدیم به آلمان. این اصلا مشکل نیست. میگیم برای باید چیکار کرد؟ باید زبان آلمانی را خوب دانیم. این شرطی اساسیه که باید زبان آلمانی را دانیم و بعدا یک چند حجت ها هست. ما گفتگیم که چی حجت ها در کار میشه و در کجا سپردن در کار همش گفتگیم و هر نفر میتونه که ای 18 تا 30 در تمیز سین باشد میتوند که در آلمان Ausbildung کنه یا که توجیه خطی بگویم مکتب کسبی. بعد 3 سال که 3.5 سال یک کسب صاحب یک کسب میشوی و ایروی هم کسب کار میکنیم. یعنی حاضر شما 3 سال است در اونجایید و باید این سال ختم کنید؟ کسبی که ما میخونیم 4 سال دوام میکنه. ما الکی سالی 3 یک ماه پس تمام میکنیم و درس هم خوب تمام کردیم با بهایی بسیار خوب. من بسیار خودم خرسند شدم. بسیاری بهایی ما قریب بگویم همش بهتر است از آلمانی و معلم میبینن میگن این بچه ای وای چیه یک خارجی آمده بهایش ای شما در خوبتره. خب بیشتر مردم بگویم اون قدچی نیستن، نمیخونن. خب میخوندگی و اصلا دانشگاه میسپرن. کسانی که نمیخونن خب یا که خش ندارن در خوندن یا که ذوق ندارن مکتبای کسبی میسپرن یا آسان‌تره یا نظر به دانشگاه کمتر آسان‌تره و بسیار شما میپرسیم میگم که چی باید نمیخونی یا که چی باید کوشش نمیکنی یا چی در کار یا در این خیلی که اگر که همه مکتب مثال بهای بعد قطعی هم تمام کنن همون کارا میکنن همون معاش هم میگیرن. ایده بگویم یکم مینوس یا نمیشه یا که تمام هم نکردن میتونن که با ایسر تکرار بسپارن با همون خاطرش خودتون غم نمیکنن. اما کوشش میکنیم و میخونیم که با در آینده با دانشگاه سپاریم با دانشگاه خونیم. حاضر این کسبی که آموخته شده چی است؟ خب این کسبی ما اساساً ما چه فهمم در خانه ها سیستم هست که خانه را گرم میکنن، خنک میکنن. سیستم ها رو ما در تاجیکستان ندیدم، شاید که در دیگه جا هم نباشد برای که بسیاری سیستم کلونه و نقش هم بسیار قیمته و فکر میکنم که دخلمون نمیکنن این چیزه. همون خانه ها را چی میگن با لفت
به هوای تازه تامین میکنن، هوای 18 درمی خونه میگیرن. یک فونکسیاش. بعد کار ما چند ساعت عبارت است، 3 ساعت. یک ساعت دیگهش مثال در خونه ها چی هست رادیاتور برای اوی گرم و وایرا ما میتونیم که بزگرونیم. مادامی که همین کسب که از آموخته شده در کشور خودم قدر کار نمیتید بگیم، بعد شما پس از ختم همونجا موندنیه ده آمدنی نیستید؟ یک اصلا برای چی انتخاب کردم راستیگه این دمم که معقول نیست، اما این برای اومدن ما یک شانس بود. ما میخوام که در آینده با تحصیل دوام کنم در یگان کسب خوبتر. این به چه خاطر بود که در این دوام هم زبانت خوبتر میشود، زبان آلمانی گپ زدن هم یک تجربه میشود برای تو و هم یک کسب میتونی. کسب همه وقت خوبه. پدر میگفت که هم یک کسب آموز هم یک علم آموز. وقتی میشه که کسب تو دست در کار نمیشه، علم در کار میشه. وقتی میشه که علم در کار نمیشه، کسب در کار میشه. و هم خاطر ما گفتیم خوب یک کسب باشد و یک مرچی نرکم است، یک کسب حیفت کردیم. نصیب باشد پس از ختم شما دانشگاه داخل شدنی در آلمان؟ نیتو همین خیلی است که بعد ختم با دوام تیم تحصیل بولیوشیم وقتی خوندن و در نمیدون در یکم سالهای خوبتر و نستر با خوندن دوام تیم. در تاجیکستان تو صنف 11 خونده تماما یا که یکم چیز دیگر خوندگی نیستید؟ در تاجیکستان ما تو صنف 11 خوندیم و صنف 11 در لیسه تکنیکی دانشگاه تکنیک تاجیکستان تمام کردیم و بعدش یک سال دیگر در دانشگاه تکنیک تاجیکستان با نام اوسمی یک سال دیگر در اونجا رایگان خوندیم در ساحه راهسازی. در همین ساحه خوندیم یک سال دیگر و بعدش در این دوام زبان خوبتر خوندیم و اومدیم. درباره تحصیل و کارتون کوتاه با ما بگید، چقدر میخوانید و چقدر کار میکنید؟ در ما مثال میگیریم مهم میشود که 2 هفته درس هسته و 2 هفته پرکتیکه. اصلا درس های ما عملی داریم و پرکتیکی داریم. پرکتیکی برای ما یordam میرسونه که ما همون کار ایخت کنیم و در دوام مبلغ بگیریم. این چیزی هسته که بسیار خوبه. در آلمان سالهای پیش هم این سیستم نبود. این سیستم را نمیدونم بعد سال 90 جوری کردن شد. سالهای پیش ما میگن که ما برای خوندن پول میدادیم. یاد شما را میگه برای خوندن شما خودتون با شما را پول میدین. این به این خاطر است که همون آدم در همون کارش یک ذوق، یک عشق یا محبت پیدا کنه. خب در یک ماه مثال ما 1 هفته درس میخونیم و 3 هفته دیگه پرکتیکا، یا اینکه 2 هفته درس 2 هفته کار همین خیلی. و فیلم ما در این خیلی است که اگر که درس را در مکتب خوب خونی به هوی نسختی با نموشیف هر ساله نمیدونم به مبلغ 500 یورو یا 700 یورو و میتید که برای هوسمند کردن هم آدم. و دیگر شانس ها بسیار است. مثال در آلمان یک چیز است میگن چیز اگر که کسل شوید را یک ورقی زرد میتیم. من اگر که داشته باشم اینجا میتونم تا میتیم یک ورقی زرده. این ورق خب نیاد میشه. اگر کسل میشه دکتر میره خیلی ورق چاد میتیم مینویسه که چند روز باید دم بگیریم. مینویسن تا که 1 هفته دم میگیریم. بعد 1 هفته دیگه کار نمیره. خونده خوب میکنی جمع برای بگوی سرم در کیسه یا ورق مینویسه 1 هفته خوب بره. نکی مبلغی که مثلا کار نمیکنی میتین تا مبلغ این فرق ندارد. برای که ما هر ماه برای دکتر سو میسپریم و اگر که کسل نشیم در تمام 1 سال کسل نشیم کار کنیم به دکتر رفتن با شیف هر سال 500 یورو و همچون برای کمک بلی نمیدونم توفه برای که کسل نشدید 500 یورو میتینه. خب با اگر کسل نشدید تمام سال ما چی میگیم سورتا داریم برای مدیسینسکی استراخوفکا داریم. خب اگر کسل نشدید تمام سال از اونجا هم تو 500 یورو با میتینه. خب اگر کسل شدی
بگویم ای 1000 یورو میمونی. درست. در عموم کار و زندگی در آلمان دشوار نیست برای یک جوان تاجیک؟ خب دشواری در این است که دوری از وطن، دوری از یار و آشنا، از پدر و مادر، این خیلی دشوار است. لیکن اگر بگوییم که زندگی کردن و خب کار و بار و فکر مکی مشکل نیست، برای که ما دیجا کاری وزبین نمیکنیم. مثل باری وزبین نمیبرداریم یا در خانگی در گرمی کار نمیکنیم. این مردم عموم بسیار مردم نازکن. کمتر هوا گرم شد تمام دیگه، گرم شد میبریم وزید، کمتر خنک شد همه خیلی باری وزبین نمیبرداریم. مثال یادشون در کرد دکتر میرون خب کسل میگیرن، خب میرن کار نمیکنن. و هم خاطر اگر ایجاتی کار بگیریم یگان مشکلی نیست. آن مبلغی که از کار و از تحصیل میگیرید شما به زندگی، به اجاره و به نرخ نما میرسد؟ بله میرسد، یگان مشکل ندارد. این خونه که من میسم اینجا مبلغ کمتر میسپارم، به همون خاطر دیگه میرسد. با یک چند سامانم زیادی میکنن در آخر ما. من پرسیدن دیدم که یعنی شما با تاجیکستان یگان سوم روان میکنید یا که اینها با شما روان میکنن؟ خب از خونه با ما روان نمیکنن، برای که ما نیاز نداریم به این چیز، و اگر که ضرور شد به خونه میتونیم که امکان نداریم که روان کنیم، مشکلی نیست. حاضر که همین خیلی سادگی هستیم، یعنی زندگی تامین شده است در همونجا. با فکر خودتون بعد از 5 سال خودتون رو چه خیلی حس میکنید؟ خب علمون از جهت زندگی کردن خوب است، لیکن با یک چند بگویم مینوس‌های خودش هم دارد. هر یک دولت ممکن است پلوس دارد، مینوس دارد. خب بعد از 5 سال نمیدونم اگر که من دانشگاه ختم کنم شاید تاجیکستان را و در اونجا کار برم دوام کنم، برای که وقتی که خور بودم یک مطلب خوانده بودم نوشته بود که هر نفر در وطن خودش پادشاه هست. هر نفر در وطن خودش شاید. بعد میگم چه خیلی خوب، نماد در وطن خودم یگم چی شوخیگری ندارم، یگم چی نیستیم. این بعد وقتی که اومدیم خارج اومدیم بعد فهمیدیم که این گپ راست و معنی داشته است. وقتی که آلمان در خارجی ها زیاد هستن، خارجی ها زیادن، همین حساب شما را آلمانی ها کمتر به چشم بد نگاه میکنن. این یک مینوسش. مینوس دیگرش که نلاگ مثل انداز دیگه زیادتره. اینجا هم خیلی کردگن که مردم در همین سطح میانه زندگی میکنن، نه بوی میشون، کم بغل بخوای کمه، نمیمونن که مردم فقیر شدن، نمیمونن که بوی شدن. در همین سطح میانه زندگی کردن میتونی. اگر که بگویی که من عموم بیام دیگه من نمیدونم بوی شدم، میلیونر شدم، این فکر خطره. خب به همون اندازه میتونی که زندگی عادی داشته باشیم، زندگی میانه. و شاید که تاجیکستان رویم و در اونجا اویله بر بکنیم و زندگی را در اونجا دوام تیم، برای که وطن است. یا اینکه نمیدونم، الان هیچی گفته نمیتونم. تاجیک‌ها هستن در اطراف شما و عموما با هموطنان در معاشرت هستید؟ برای تاجیک‌ها زیاد هستن در شهری که ما زندگی میکنیم، در دید اطراف هم. و ما بگویم در هر هفته یا که 2 هفته پس با میخوریم، جمع میشیم، صحبت میکنیم. برای تاجیک‌ها چی امکانیت‌ها هست در آلمان؟ یعنی برای خدمات. خب برای شما گفتیم که امکانیت ها میاره که اول زبان میآموزین، زبان عمومی را میآموزین. زبان مشکله، در حقیقت خیلی زبان مشکله. و بعدش دیگه میتونن که برنامه هست، برنامه افیسیود میگن، این 1 ساله تجربه آموزی. مثال میبینی 1 سال علمان میبینی، یک کاربر میکنی، قطعی مردم آشنا میشه، بعد بو میره. خب بعد دیگر هست برای دخترها که برای بچه‌ها هم برنامه اوپر میگن. این میبیای در خانه یگم آلمانی، مثال کودکاش نگاه میکنی، خونه‌اش توضیح میکنی، یعنی خیلی کار وقت مشغول میشه. این هم خب بگویم معاش خوب نداره، لیکن برای جهان بینی خوب کردن و برای آلمان دیدن شاید که یگم کس در آینده بخواد بیسته، راههای خوبه. و با هستن نفرانی که میگن ما میریم دانشگاه میخونیم، میتونن بیاین که در آلمان تحصیل کنن، این هم مشکل نیست.
و دیگر برنامه هستن که میتونن بیاین. خب اینه زبان آلمان دانستن شرط و ضرور است. نرخ و نوا، نرخ اجاره، اینترنت، کمونالی، نرخ بازار چقدر است در آلمان؟ خب در ما ویم نرخ اجاره پلی ای وابسته ای ولایت ها میکنه. مثال در زمینی که ما زندگی میکنیم، نظر به برلین، نظر به میونخ، نظر به شتوتگارت کم ترک بگویم یک 100 یورو نرخ پایین تره. در شهرهایی که کلان است، مثل در اونجا آدم بسیاره، در اونجا نرخ نو خیلی کلان، مثل 600 یورو سر میشود برای یک نفر. 600 یورو حساب بگیریم تو شفتی نمیدونم 13 و چنده یک یورو. خب سومی خیلی کلان میشود. و هست خونهایی که مثل 800 یورو، 1000 یورو، 10000 یورو، 10000 الکی میشه بچید 1000 یورو خب هست. و در شهری که ما میستیم خب کمتر پسته ای 350 نمیدونم 400 برای یک حجره برای یک نفر. و خورد و خوراک هم باشد بگویم حاضر کمتر نرخ قیمت شدگیه. یک 3-4 ماه پیش نرخ خیلی خوب بودن، ارزان بودن، حاضر خیلی قیمت شدگیه. گفت نمیزخ چون در پتالوگ رفته چسبیدگی نرخ. و نکیم با نرخ را که برداشتن با همون معاش هم با بلند میکنن برای که مردم ده چیز وزبین نشد. شما ماه ینوار همین سال صفحه اینستاگرامی خودتان رو فعال کرده و در اون هم میفهمونید که چقدر باید آدما با آلمان بیان، هم کم و بیش زبان میآموزونید. همین؟ بله. شما سال 2019 رفتید و همین سال اینستاگرامتان رو فعال کردید. چرا اینقدر دیر؟ خب ما در اصل اینستاگرام رو نمیفهمیدم تماما. یکم یک ذوق داشتم که میخواستم که خب مردم را بفهمونم و برای که ما به وقتی اومدن ما یگان کسی نبود که مرا بفهمونه که من چه خیلی زبان آموزم، من چه خیلی با آلمان بیام، من چه خیلی نمیدونم یگان خیلی زندگی من تغییر تیم. این چیز نبود. ما وقتی در تلویزیون هر یک نفری که میگفت که درباره آلمان گپ میرفت هم خیلی گوش میکردم که چی میگه درباره آلمان. برای که یک ذوق بود دیدم. من اومدم نمیدونم همین خیلی یک ذوق داشتم بوده که آلمان برم مردم آلمان رو ببینم و زندگی وی را ببینم و دیگر. و همون خاطر چی کردیم؟ تصمیم گرفتیم که خب بگذار مردم رو بفهمونیم، یک زبان آموزونیمشون، یک راه ها را نشون دهیم. خب که همون مشکلی که ما کشیدیم یا نکشن و بیایم. ما کوشش میکنیم که تمام نفرایی که با اون گونه هستن جواب دهیمشون و کسانی که نمیدونن در صفحه اینستاگرام، در صفحه نمیدونم دیگر شبکه‌های اجتماعی تلگرام، تیک تاک، یوتیوب با نام salmon.alman فعال هستیم و یکم سوال باشد میتونید که سوالاتون رو تین و کوشش میکنیم که جواب بدیم. شما از وطن 3 سال دور هستید و کی یا چی رو یاد میکنید بیشتر اول پدر مادر اویله را یاد میکنیم و بعدا بود هوای وطنم. ما خاطرات زیاد دارم وقتی که در خونه ایچ میرفتیم بی بابامون اونجا باغ داشتن با وقتی همین تابستان میشه خیلی عینی میوه عینی خیلی گرمی آبوزی و هم خاطرات هستن. هم خاطرات بسیار یاد میکنیم که با بریم و همجوره با بینیم و با قطعی والدین قطعی خشتورا با هم برسیم. ما خوراک های زیاد داریم و شما در آلمان خوراک میپزید و کدام نمود خوراک را میپزید؟ خوراک ها ما کوشش میکنیم که چه خوراکی که در اونجا میخوردیم همون خوراک ها رو من وقت بخوریم برای که در جایی خوراکی یارا خوردن نمیشه. من یکم بروسی هم نخوردم خوراکی یارا نمیدونم بلکه ما که مزه هم ندارم و آش هم بسیار تر میکنیم. در اینجا گفتی که پاورم شدیم نمودم خودش که توپا میمونده بعد همه کارم میکنه از پاورم شدیم نمیدونم پزندرم شدیم دوزندرم شدیم. بعد یک وقت یک جشن بود نمیدونم چه خیلی جشنی بود. بعد شیف اومدن گفته که میتونی که یکم خوراکی اون ملی تبو پذیرو بیاری مقصد در مردم معرفی کنیم. با وجود دیگر نفران بودن یک کارگر ایران بود یک کارگر ویتنام بود یک تایگرش دیگر جا بود من توجیکستان. بعد گفتم خب بگذار باشد و آش کردیم یک
3 کیلو اوش کردیم. خب نمیدونم دیگه بار سیم بار که ما اوش کردیم یکیم بردیم خیموندیم بعد درباره تاجیکستان کمتر معلومات دادیم ولی پرزنتاسیا کردیم فهمیدیم با سوال دادن که مقصد تاجیکستان چیه. تاجیکستان هم خیلی برای آشنا کردیم و درباره خوراک و فطیر کردم. یک فطیری هم خیلی سنگی سخت کردیم و خبر معده‌اش کردیم بردیم میشه. بعد نمیشه یک خیلی خوب دارن که وقتی هم میخورن کو بی‌مزه هم باشه نمیگم بی‌مزه همین چیز لک میگن میزننش بی‌مزه میگن همین عادت ندارم. یکی اگر با او قینا باشه میگه بی‌مزه و یکی نمکش کمتر کم یا آب خدا بخیر اگر مزه نداره. برای تاجیک و تاجیکستانی ها برای وطن ما تاجیکستان چه خدمت کردنی؟ خب چه قدرت چه توانایی داشته باشیم میتونیم که برای وطن بکنیم عشقی بکنیم کم است و ما صحیفه خودمون شدیم برای که تو مردمی که نمیفهمن حدی اقل یک کمکوی اولیه رسانیشونم ای علاقه یک قدم موی و در آینده نیت داریم که خب نمیدونم دانشگاه تمام کنیم یا که مکتب کسبیت تمام کنیم و رویم در تاجیکستان خودمون یک کنار و گوشه تاجیکستان آباد کنیم و کار و برا دوام کنیم. خیلی نیتو هستن. واسه شما از همین صحبت چی میشود؟ تشکر میکنیم که چنین برنامه‌های خوب دارین و در آینده برنامه‌تون دوام کنین. خب و صحبت بسیار خوب بود. چی بگم دیگه؟ بسیار شکر از دعوتتون. با شما در همه کارهاتون در تحصیل برار میخواهیم. انشالله که پس از ختم مکتب کسبی ما یک صحبت دیگه با شما میکنیم و شما اون وقت دانشجویید. نصیب انشالله. خدا راضی باشه.